مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از شروع پرونده جنایتی نسبت به مرد 29 ساله ساکن نوای ظفرآباد با اتهام غارتگری بر اساس قسم دوم ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان خبر داد. خود دستگیر شده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیا میگوید گمان بر شونده شام 26 ینور سال 2024 تخمین ساعت 18:00 دقیقه در حدود نوای ظفرآباد با رای آشکارا و با استفاده از زورآوری از دست مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 12 را که ارزشش 4000 سومانی و تقریبا $365 را تشکیل میدهد تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. وزارت کارهای داخلی گفت آید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به این ساکن ظفرآباد بر اساس قسم دوم ماده 248 برای غارتگری با استفاده از زورآوری همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال 2023 در جمهوری 5 حالت روزانه و 61 مورد غارتگری ثبت شده. در طول سال 2022 در کشور 38 حالت روزانه و 138 مورد غارتگری به قید گرفته شده است. هرچند در سال 2023 چنین جنایت‌های سنگین به سوی کاهش نشان می‌دهند، ولی امور جنایت‌های وزنین در کشور همان نگرانی کننده باقی می‌ماند.